موبایل های سری گلکسی A سامسونگ دستگاه‌های بسیار پرطرفداری که به خاطر تنوع قابلیت‌ها در قیاس با قیمت طیف گسترده‌ای از مردم مخاطبشن. سلام، کیوان احمدیان هستم و امروز در گلکسی شو میخوام گلکسی A34 و گلکسی A54 سامسونگ رو براتون معرفی کنم. طراحی فراگیر، یک دست و مینیمال این دستگاه‌ها و همینطور قرار گرفتن مستقیم لنزهای دوربین پشت بدنه دستگاه میتونه رضایت خیلی از مخاطبا رو به خودش جلب بکنه. قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات فنی و تکنیکال این دوتا موبایل، دو تا اختلاف و تفاوت ظاهری این دوتا گوشی رو براتون توضیح میدم. نکته اول اختلاف سایز صفحه نمایشه. A34 اندازه صفحه نمایش 6.6 اینچه و A54 سایز صفحه 6.4 اینچه. مورد دوم تفاوت تو فرم قرار گرفتن دوربین‌های سلفیه که توی A34 دوربین سلفی توی یک فضای یو شکل بالای صفحه نمایش تعبیه شده و توی A54 اینفینیتی او دیسپلی رو داریم، یعنی دوربین در قالب یک نقطه تو قسمت بالای صفحه نمایش قرار گرفته. گلکسی A34 تو رنگ‌های خاکستری، نقره‌ای، لیمویی و بنفش تولید شده و A54 هم 4 تا رنگ خاکستری، سفید، لیمویی و بنفش رو داره. بریم سراغ معرفی دوربین‌های این دستگاه‌ها. گلکسی A34 3 تا دوربین پشت داره. یه دوربین واید 48 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و همینطور f1.8، یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی که fش 2.2 هستش و همینطور میشه باهاش فیلم‌ها و تصاویر فوق عریض گرفت و یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی با f2.4 برای نزدیک کردن لنز به سوژه تو فاصله‌های 2-3 سانتیمتری تا نهایتاً 5-6 سانتیمتری. دوربین سلفی A34 هم یه دوربین 13 مگاپیکسلیه با f2.2. اما توی A54 یه دوربین واید 50 مگاپیکسلی داریم با f1.8 و OIS، یه دوربین اولترا واید که اینجا 12 مگاپیکسل توی A54 و fش هم 2.2 و یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی با f2.4 که دوربین‌های ماکرو تو هر دو تا گوشی کاملا مشخصات یکسانی دارن. دوربین سلفی A54 یه دوربین 32 مگاپیکسلی با f2.2. اندازه پیکسل های روی سنسور تو این دوتا گوشی بزرگتر شدن و از 8 به 1 میکرومتر رسیدن. همینطور دایره و محدوده عملکرد و فعالیت OIS یا لرزشگیر اپتیکالمون هم از 95 درجه به 1.5 درجه ارتقا پیدا کرده. این دوتا مفهوم کنار هم دیگه به این معنیه که عکس‌ها و تصاویر خوشنورتر و روشن‌تر و با تکون‌ها و لرزش‌هایی به مراتب کمتر ثبت میشن. فرکانس عملکرد لرزشگیر دیجیتال یا VDIS هم تو این موبایل ها از 200 هرتز توی A34 رسیده به 500 هرتز و توی A54 هم رسیده به 833 هرتز. تکنولوژی فوکس خودکار توی A54 در مقایسه با نسخه مشابه سال قبلش یعنی گلکسی A53 از PDAF به All Pixel AF یا All Pixel Autofocus ارتقا پیدا کرده. به این معنا که شما فوکس بسیار سریعتر و دقیقتری رو همه سوژه‌هاتون تو قسمت‌های مختلف کادرتون خواهید داشت. گفتم که اندازه صفحه نمایش A34 6.6 و A54 هم 6.4 اینچه. نور و میزان روشنایی این صفحه نمایش‌ها تو حالت پیک و حالت ماکسیمومشون میتونه تا 1000 نیت هم برسه، این یعنی 25% شرایط نوری این صفحه نمایش‌ها بهتر شده. همینطور ما توی A34 ریفرش ریت یا سرعت بازخونی صفحه نمایشمون از 90 هرتز به 120 هرتز رسیده، این یعنی تصاویر بسیار نرمتر و روونتر. نور آبی آزاردهنده‌ای که معمولاً تو همه صفحه نمایش‌ها وجود داره به شکل بسیار قابل ملاحظه‌ای توی این دوتا موبایل کمتر شده و از 12.5% رسیده به 6.5%. پردازنده استفاده شده توی A34 دایمنسیتی 1080 مدیاتک و پردازنده هم که برای گلکسی A54 استفاده شده اگزینوس 1380. پردازنده هایی که به ترتیب تو واحد پردازش مرکزی یا CPU 17 و 20% و تو GPU یا واحد پردازش گرافیکی هم 14 و 26% نسبت به سال قبل بهتر شدن. A34 و 54 با رم های 6 و 8 گیگ و همینطور حافظه داخلی های 128 و 256 گیگابایت معرفی شدن و هر دو تا دستگاه میتونن در قالب مایکرو SD تا 1 ترابایت حافظه جانبی رو هم پشتیبانی بکنن. این دستگاه‌ها گواهینامه IP67 دارن، یعنی تو شرایط خاصی میتونن در برابر نفوذ آب مقاوم باشن. نکته خیلی جالب در مورد ویبره این دستگاه‌ها اینه که پیش از این برای ویبره از موتورهای DC استفاده میشد
و تو این موبایل ها سامسونگ از موتورهای خطی استفاده کرده. یعنی شما یه ویبره به مراتب دقیق‌تر و تمیزتر و حتی با قدرت بیشتر خواهید داشت. و اگه موبایلتون سایلنت جلوتون رو میز باشه یا تو جیبتون باشه، بر اساس اون حسی که میتونه بهتون منتقل بکنه کاملا متوجه میشید که تو اون لحظه خاص چه اتفاقی تو موبایلتون داره میفته. با قابلیت وایس فوکس هم چه موقع تماس‌های معمولی تلفنیمون که صوتی هست و چه موقعی که داریم تماس‌های تصویری با مخاطب میگیریم، نویس‌ها و صداهای مزاحم محیط اطراف تا حد زیادی از صدای خودمون جدا میشن و مخاطبمون اونور خط صدای ما رو خیلی تمیز و با کیفیت میتونه بشنوه. A34 و A54 تا 4 نوبت میتونن آپدیت ها و بروزرسانی های سیستم عامل داشته باشن و تا 5 سال هم تمامی پچ های امنیتی رو به صورت آپدیت و بروزرسانی از سامسونگ دریافت خواهند کرد. باتری هر دو تا مدل 5000 میلی آمپر ساعت ظرفیت اسمیشه. باتری‌های قدرتمندی که از تکنولوژی شارژ سریع 25 واتی هم پشتیبانی میکنن و میشه این دستگاه‌ها رو 50% در مدت زمان نیم ساعت باتریاشون رو شارژ کرد. میشه با این باتری‌های قدرتمند تا 21 ساعت ویدیو نگاه کرد، چیزی که در مدل‌های مشابه سال قبل نهایتاً 18 ساعت بود. و با یه استفاده نرمال و معمولی از این دوتا موبایل میشه تا بیش از 2 روز هم از این دستگاه‌ها استفاده کرد. اینم از معرفی دو عضو دیگه از خانواده سری گلکسی A سامسونگ در سال 2023، A34 و A54. موبایل هایی که به خاطر صفحه نمایش با کیفیتی که دارن، میزان حافظه و رم بالایی که دارن، باتری قدرتمند و دوربین های کارآمدشون میتونن انتخاب مناسبی برای طیف گسترده‌ای از کاربرها باشن. در ادامه میتونید جدول مشخصات فنی این دوتا دستگاه رو هم ملاحظه بکنید. ممنونم که با من همراه بودید.